وارد سایت کوین لگز میشید، وارد قسمت آنالیسیس تولز میشید و اینجا این تیکو بردارید، سلکت آلو و بگردید دنبال ترند ریورسال و توی مثلا یک روز گذشته ری پترن بمونه، میگم آقا همه ریورسال های شورت رو برام پیدا کن. خب میاد اینا رو پیدا میکنه. مثلا توی XRP دنبال فقط یک ساعته بگردید، اینا یک ساعته ترند ریورسال ساعت 13:05 اکتبر یه دونه پیدا کرده. بریم رو چارتش، روی یک ساعته میذارمش و 5 اکتبر ساعت 13. بذارید من اینو بزرگ کنم. اوکی، اینها ساعت 13 میشه دقیقاً اینجا، این 15 این 13. ببینید یه ترند ریورسال رو این کندل پیدا کرده. چرا؟ چون که یه ترند صعودی بوده، نتونسته اینجا سقف بالاتر بزنه و اومده بعد از این کندل یک کف پایین تر زده. پس اینجا میشه موقعیت شورت پیدا کرد. دمتون گرم اگه خوشتون اومده، با لایک هاتون انرژی بدید و اشتراک گذاری فراموش نشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.